هر صبح روز در بازار شهر خاروخ هر یک تاجر دکان خود را باز می کند. مال و کالا را برای فروش آماده می سازد و انتظار خریدار می شیند. در قطار همگان بیشتاب ملا بابا هم مال خود را آماده فروش می کند. او را در این بازار قریب همه کس می شناسند. او را نه با مال فروشی می شناسند، گرچند هم به تجارت خود مشغول است، اما با آنکه او حافظ معمول ترانه‌های مردمی است، مشهور و شناخته نیست. ملا بابا نظرخدایف سراینده محبوب مردم بدخشان که از تنگی روزگار از صحنه به بازار جای گرفته است. کنون در توی معرکه ها ترانه های او خیلی کم به گوش می رسند، اما اکثریت مخلصان سرودهای ملی و خلقی پامیر ترانه معمول زاهد خلوت نشین را با صدا و نوای ملا بابا در یاد دارند. حتی سرودهای به مثل سرتراشان و شاه مبارک او که نه تنها در تویها بلکه در صحنه‌های هنری هم تاجیکستان و هم امریکا و اروپا صدا داده‌اند، در خاطر مخلصان جا شدند. همین صحنه به برآمد کردم، همه اشوله های سرودای خلقی را زمزمه کرده خواندم. استاد من حافظ خلقی ریسپوبلیکا محمد یار خجمی عارف، این سرودایی که خواندم من از خجمی عارف یاد گرفتم. تا امین دم من امین سرودا را من سرودای خلقی اساسا خونده ایستادم تا امین روز. لالایی که درگیلی که من حافظ زاید خلوت نشین دوش به می خوانده شد. قیمی فلکیات از محمد یار خجمی عارف استاد من آموختم، تا امین روز می خوانم اینو. هر دم اگر کسی از همسنانش او را سوال بکند که کی باز جلوه در صحنه خواهد کرد، ملا بابا با تحمل جواب میگوید وقتش باز خواهد رسید. میان مردم وادی برتنگ از قدیم راویان و سرایندگان ترانه‌های خلقی بهای بلند داشتند. از اصل شاید خود طبیعت ناتکرار وادی برتنگ و اکثرا روزگار مردم اینجا سببگار پیدا شدن چنین استعدادها باشد. این را حتی ملا بابا نظرخدایف هم انکار نمی کند.
ایام کودکیم تا صنف 8 در قشلاق گذشت. از صنف 8 من آمدم به مکتب اینترنت قشلاق دیبسته، مون میگند. اموجا 2 سال صنف 11 را تمام کردم. اساساً امروز صنف 11 را تیار کردم و کم کم همین سرودا را خواندم. بیشتر در کجا میخونید؟ در توی او سعنبه و محفل های هر خیلی اشتراک کردم و عذرم اشتراک دارم و جمعی خانم اینو دارم. اکنون امروز شما رو به صفت یکی از سرودهای خلقی هم میشناسم و لطفاً بگویید که چرا ما از این کسب رو انتخاب کردید؟ چرا ما از سرودهای خلقی فرهنگ مردمی رو انتخاب کردید؟ خیلی همین سرودهای خلقی نه توی او به اشتراک کردیم. من همین حافظای نامور کردم که محمد یار خجمی عارف، رحمت بیگ خلد عارف، توی او به اشتراک کردیم. اما سرودها را از اینا یاد گرفتم. آهنگای خلقی و من للایک و درگیلک و فلک از اونا آموختم. اون وقت خیلی چی نبود، استرمی نبود، من سنتزاتر فقط از بابای خلقی قد اشتراک کردیم خواندیم. چون سال 1947 در دهه بلندکوه روشورف در برتنگ به دنیا آمد، مولا بابا از خردسالی مشتاق آن بود که همدهگانش بعد از کاری وزنین هر روزه در صحرا در یک خانه بدخشانی جمع آمدند و برای رفع خستگی سرودهای خلقی می سرودند و به دیگران نشاط می بخشیدند. آن وقتها در دهه مولا بابا منبع روشنایی برقی موجود نبود. روزگار وزنی می گذشت. خانه های دهقانان اصلا در کوهدامن واقع بود. تنها چنین شبنشینی ها و سرودن ها توانست لحظه مشقت روزگار را از خاطرشان دور سازد و به آنها رامش و آرامش بخشد. مولا بابا میگوید هر کس از آن مطربان کوشش آن میکرد که بیشتر به دل مردم جا بگیرد. آن وقت استعداد قدر میشد و ما هم دوران کودکی را به یاد آورده میگوید مولا بابا آرزو میکردیم که به مثل آنها صاحب هنر باشیم. شاید چنین آرزو بود که مولا بابا نیز از کودکی میل خوانش کرد. او در پیش تقایش نواختن رباب را یاد میگرفت. هر لحظه کوشش میکرد که اصول مانند به سرورندگان آن وقت را پیشه کند. صدای او دلنشین بود و به او امید میبخشید. در گیل ماده که خوش لب مالاب در گیل یی وقت چلوه خب بسوزک دملاب در گیل جان تیم خوروان اکسامم در گیل از خودی داوه که خلف شیمان اکسامم در گیل
ای به وفای که خل افتاد سنگین دل در گیل شبانه روزه که ای تطوامم بدل در گیل رباب چایک زیلکت شزیلم ای جان لای لای لایم خستیم تشنم تتیم درگیل لایم لالای گلیک تت نازنین لایم از بلندی راز کم صدا لجالای لای لای شنانشین منالا لایم با مرور وقت او بدون آموزش پیش تقایش تنها می نواخت و می خواند. در یک وقت معین آوازش برتنگ را فرا گرفت. بعداً مولا بابا مکان زیستش را دیگر کرد و شهر خورو را انتخاب نمود. در جای نو هم از پشت استعدادش نام او وردی زبان ها گشت. بدبختانه میگوید مولا بابا، جوانان امروز موسیقی خلقی و ملی را نه آنقدر قدر می کنند و می نوازند. آنها بیشتر به سبک استرادی، رپ و دیگر رویه ها رغبت دارند. چون این حالت به آن می آورد که نوای مردمی و موسیقی عنعنوی از بین می روند، حال آنکه آنها جزئی فرهنگ مردم کوهستانند. اما جوانان امروز پی نمی برند که سبکی که به فرهنگ ما خاص نیست نمی توانند با آن نام برآورند، زیرا آن مال فرهنگ دیگر مردم است، میگوید مولا بابا. در تو عذر جوانان میخوانند و یک به سرودای خلقی ما یگان دخلم نداره. جوانان فقط که امو را چی میکنند تکیه به امو سنتزاتر قدیم میخوانند، چون که ویا شنیدگی نیستند. به فکر اونها که همین موسیقی بدخشانی هم میخیل باشد. اکنون ما سراندگان و نوازندگان رو نمیگیم، شنوندگان رو چرا بیشتر یعنی همان سرودهایی که در اسباب‌های موسیقی مینوازند گوش میکنند؟ چرا؟ خیلی تاثیر میرسوند، اما موسیقی خلقی ما خیلی تاثیر میرسوند. بیشتر چرا گوش میکنند امروز جوانان؟ سرودهای خلقی یا سرودهای خلقی را گوش کم میکنند، فقط همین
وایس انتظارات قطعی. خب اینا بندشش مو چه روشنی هست؟ بندشای من پیوش سن 18 23 تا 30 ساله در روز تولد مرکه اشتراک میکنن، در رستوران ها اشتراک میکنن، فقط عقب موندگی ده. شاید از اون سبب باشد که همون اسبابی که امروز به واسه اون می نوازند برای رقص کردن قلای‌تر باشد؟ البته قلای شاید برای این از این سبب از این سبب هم است. یعنی پس بندشای شما ذوق شنونده امروز بیشتر به مضمون سرود است یا که به رقص؟ شنونده امروزه بیشتر تلاش میکنند، اما چقدر در توی جوانان میخونن که رستوران همو خیلی به همون رویه میرند، لیکن با ما کوشش میکنیم که همین خیلی موسیقی داشتیم، همین خیلی سرایندگان داشتیم که بیایید من همین خیلی شما همین موسیقی را یاد دادن در کار. اکنون برای اون که یاد بدهید، اکنون وظیفه شما همچنین که از حفظ کنندگان فرهنگ مردم سرودهای خلقی است، سرودهای ملی، اکنون شما چگونه تلاش میکنید تا که بیشتر جوانان سرودهای شما رو گوش کنند؟ همین تلویزیون قطعی در تویی بعضی وقتا اشتراک میکنیم، ما هم کوشش میکنیم که همین خیلی باید جوانان بیشتر دقتیان به موسیقی خلقی و سرودهای خلقی تکیه کنند. ما هم کوشش میکنیم که اونا را جلب میکنیم که دیگر همین موسیقی را زیاد نبرارن، به همین راه رفتن در کار که اونا را جلب کردن در کار. از جوانم به جهان نام نکو میماند، فصل گل میگذرد، لذت بو میماند. این جهان کاسه دوست بنامی همه کس، همه چیز میگذرد، دیدن رو میماند. همه چیز میگذرد، دیدن رو میماند. مولا بابا میگوید به هر حال هستند نفرانی که میآیند و از او متن سرودهای مردمی را درخواست میکنند، نازکی‌های نوای خلقی را سؤال میکنند که این چیز مایه خرسندی است. مولا بابا کوشش میکند که برای به گوشه نیستی نرفتن سرودهای خلقی به یک گروه جوانان کمک نماید تا که آنها این شیوه مردم بدخشان و عموما کوهستان را رونق دهند و برای نسل دیگر معرفی سازند. این یک جنبه موسیقی سرودهای ملی بندشای شما چگونه آن رو باید حفظ کرد، چگونه آن رو باید من بعد رشد داد تا که گم نشد؟ خیلی ما کوشش میکنیم که در این توی و مرکه اشتراک میکنیم، نشان میدیم چخیل سرود میخوانند، چخیل عاقبت همین سرودهای خلقی ما چخیل مشهور میشود. من هم خیلی ما کوشش میکنیم یاد میدیم جوانان به ذوق دادن. تویا به اشتراک میکنیم، بعضی هاشون همین سرودا معقول که گم نشود،
کوشش میکنیم که ما محنت میکنیم که اینا با در سطح بلند میبرداریم که بعد ما یاشا جوانان پیدا میشن گوش میکنن که نه حقیقتا سرود ما سرود بدخشانی خلقی ما همین خیلی بوده است، نه اینکه دیگه خیلی. این جهان کاسه دوست بنامی همه کس همه چیز میگذرد دیدن رو میماند همه چیز میگذرد دیدن رو میماند ای زاید خلوت نشینه دوش به میخانه شد از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد شاید